سلام خدمت همه دوستان. فصل 5 کتاب فکر می‌کنم باید شروع کنیم، دیتا کلاس و غیره. فقط این که قبلش من یه چند تا توضیح بدم راجع به یوتیوب و داستانا. ویدیوها که همونطور که حالا توی ویدیوهای قبلی هم گفتم، توی جلسات قبلی هم گفتم، ویدیوها قرار شد دیگه هفتگی آپلود بشه، یعنی یه هفته ویدیوها عقب هستش نسبت به موضوعات غیره، نسبت به برگزاری جلسات ببخشید. و اینکه توی یوتیوب و اینها یه ذره مشکل سابسکرایب و اینها داریم، در صورتی که لایک و کامنت نذارید سابسکریپشن رو معمولا اسپم میشه، چون اکثرمون دانلود میکنیم. ویو یوتیوب اومده پایین، دلیلش هم میدونم چیه، چون اکثر دوستان گفتم ما میایم اونجا خیلی برامون نمیصرفه که 720 یا 1080 ویدیو رو ببینیم، مخصوصا اینکه میخوایم چند بار نگاه کنیم، به خاطر همین دانلود میکنیم، ویو نمیخوره ویدیوها. این ویو نخوردنه جایگزینش اینه که شما دکمه شیر رو بزنید، یه لینکی بگیرید ولی واسه کسی نفرستید که یوتیوب الگوریتمش اینجوری عمل کنه که خب این موضوع مهمیه، ویدیو مهمیه بین پایتون دیولپرها و من میام این ویدیو رو با دیگران به اشتراک میذارم، توی هوم نشون میدم. وقتی ویو توی ساعت اولی میاد پایین دیگه یوتیوب اونو ساجستش نمیکنه، الگوریتمش اینطوری کار میکنه، چه یوتیوب، اینستاگرام و غیره. وقتی توی ساعت اولیه‌شون ویو نمیخوره دیگه ساجستش نمیکنه، یا خیلی کمتر ساجستش میکنه به افرادی که نمیشناسن یا سابسکرایب نکردن یا سابسکرایبشون تایید نشده. از اونور اگر شیر رو بزنید ولی با کسی شیر نکنید، این توی بخش الگوریتم ریکامندیشن شروع میکنه کانتر انداختن و خود این باعث میشه که ایمپورتنت بشه موضوع. اگر ویدیوها رو حالا در دلیل نمیتونید ببینید و دارید دانلود میکنید و نگاه میکنید، لطف میکنید اگه حداقل اون شیره رو بزنید که بره بالا. اگه یه راهکار دیگه هم که یکی از دوستان پیشنهاد داد این بود که گفتش من 720 80 میگیرم دانلود میکنم، بعد یه بار 144 میذارم تا آخر بره ویدیو یا ویو ها. نکته دوم این که ویدیوهای یوتیوب اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم که با همین سرعتی که داریم تو جلسه صحبت میکنیم نگاه کنید. خیلی از بچه‌ها این اشتباه رو میکنن. ببین شما همونطوری که صحبت کردیم، شما قراره کتابو خونده باشید و این موضوع تموم شده باشه برای شما، یعنی چپتر رو خونده باشه. حالا اینجا اگه سوالی چیزی پیش میاد یا اون نکاتی که من میگم شاید براتون مهم باشه، ولی درک اصلی رو دارید. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که اگه ویدیو یوتیوب رو میخواید نگاه کنید حتما با سرعت 2 برابر نگاه کنید. حالا ممکنه گوشتون عادت نداشته باشه، اوایلش با سرعت 1.5 برابر 1.25 اینجوری نگاه کنید و کم کم به 2 برابر برسونید، ولی سعی کنید گوشتون رو به این موضوع عادت بدید. مطلبی که خودتون خوندید نباید ازتون به همون اندازه وقت بگیره که خب اگه نخونده باشید و بیایید یه دوره‌ای رو شرکت کنید چقدر باید زمان بذارید. این 2 تا نکته خیلی مهم بود. یه چند تا نکته دیگه هم داشتم که حالا الان یادم نیست. تجربه اپتیمایزیشن استفاده از بایت سوال پرسیدن، گفتن توضیح راجع به تجربه اپتیمایزیشن استفاده از بایت به جای یونیکد بدید. ببین توی ویدیو هفته قبل من گفتم که یونیکد چی کار داره میکنه، چجوری این کد رو دیکد میکنه و حالا بایت چجوری داره عمل میکنه. این همین موضوعی که توی هفته پیش صحبت کردیم، از همون قانون استفاده کردم توی یه دونه کد و به جای اینکه فایلمو به صورت حالا یونیکد UTF-8 بخونم چون همه کاراکترش اسکی بود، اومدم از اسکی استفاده کردم، یعنی از بایت استفاده کردم. فایل به صورت بایت خوندم و با بایت پردازشش کردم. همین باعث شد سرعت پردازشم بالاتر بره که حالا همونطوری که گفتم توی کانال حتما توی یه فرصت مناسب راجع صحبت میکنم. الان خیلی درگیر پروژه هام هستم، به خاطر همین نمیتونم خیلی چیز بذارم مطلب بزنم. اگر سوالی نیست جلسه امروز رو شروع کنیم. راجع به دیتا کلاس من خیلی حرف دارم راجع به دیتا کلاس و اینکه اصلا به نظرم مهمترین نکته‌ای که توی این فصل باید یادتون باشه، مخصوصا بچه‌های دیتا ساینس و AI و غیره، اصلا اووریوز داره میشه دیتا کلاس برای کاری که
کاملا اشتباهه برای پروداکشن و غیره. کتاب با همین موضوع همون اول کتاب داره بهتون میگه آقا این یه کد اسمله، بعد میاد پایین‌تر هم توضیح میده که کد اسمل چیه و چرا اصلا این کد اسمل هست. ولی واقعیت همینه، دیتا کلاس واقعا یه کد اسمله. تو پروداکشن وقتی میبینم منتظر باگ‌های مرتبطم، اگه باگم نداشته باشه میدونم که بیچاره این، چه من چه دیولپرای دیگه. چرا؟ چون پایتونیک نیست. حالا چرا ایش رو جلوتر میگم. بریم شروع کنیم با دیتا کلاس. توی دیتا کلاس بیلدر تو این چپتر میاد در مورد نیم توپل، نیم توپل تایپینگ، نیم توپل کالکشن، نیم توپل و دیتا کلاس صحبت و اینکه حالا باید به چیا حواسمون باشه و چه امکاناتی به همون. اسم کلاس هم کوردینیت. وقتی خودم تعریفش میکنم و میخوام فست باش اکسپریمنت کنم، فقط میخوام تجربه کنم ببینم آقا این چه جوریه، اصلا این کاری که دارم میکنم، این ایده‌ای که دارم میخوام پیاده کنم چه جوری اوضاعش. میگه وقتی من دارم خودم این کارو میکنم، کلاس رو تعریف میکنم، میام این دوتا رو میندازم تو اینیشیالایزر، 3 بار کالش میکنم که این خودش یه دونه مثلا از چیزای بعده واسه اکسپریمنت اولیه، لت و لانگ، سلف دات لت اینجوری و تعریفش میکنم که خب چیز خاصی برایمون نداره، اون میدونیم کلاس چجوری تعریف. بعد میگه خب فرض کنید من اومدم حالا یه دونه چیز از روی این ساختم، کوردینیت مسکو رو بهش دادم و اومدم اونو نمایشش بدم. اول اینکه خب من نمیتونم اینو به خوبی نمایش بدم، به خاطر اینکه رپر و داندر رپر همونطور که توی فصل قبل صحبت کردیم براش پیاده‌سازی نشد. پس مسکو به من آدرس حافظه میده، جایی که اون هست. میام خب میگم یه لوکیشن دیگه تعریف کن، این لوکیشن نمیدونم کجاست ولی کوردینیت مسکو رو بهش میدم و بازم چون رپر نداره هیچی نداره، داندر داک نداره چون داک استرینگ و غیره براش نشده، لوکیشن مساوی مسکو هم براش معنی نداره چون داندر ای کیو هم براش پیاده‌سازی نشده. یادتون باشه من داندر هش و داندر ای کیو رو با هم دیگه پیاده‌سازی کردم توی فصل قبلی یا 2 فصل قبل. بعد میاد میگه خب اگه من بخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنم، چون داندر ای کیو خودش نداره، باید تک تک عناصرش رو مقایسه کنم، یعنی تک تک اینستنساشو تک تک اینستنس رو، تک تک مقادیری که توی اینیت داره رو با هم دیگه مقایسه کنم. میاد لت و لت و لانگ و لانگ مقایسه میکنه و ترو میگیره. حالا فرض کنید 20 تا بود، 30 تا بود. خب این که عملا کار درستی نیست، پس باید داندر کیو پیاده‌سازی بشه. دیتا کلاس بیلدرها برای ما 3 تا چیزو پروواید میکنن. یک داندر اینیت، دیگه نیازی نیست 3 بار پشت هم بنویسیمش. 2 داندر رپرزنتیشن رو به ما میدن. 3 داندر کیو که حالا جلوتر میگم که اینکه اینا رو با دیفالت به صورت دیفالت میدن، اینکه من دارم اول میگم فقط واسه این اکسپریمنت های کوتاه مدت خوبه، چرایی این قضیه رو جلوتر حتما بهش اشاره میکنم. ولی یه نکتهش همینه، ببین این 3 تایی که داره، مثلا داندر رپر فرض کنید، داندر رپر این میاد همه رو نشون میده دیگه. فرض کن حالا مثلا من یه دیتا کلاسی دارم که 40 تا ستون داره، چیز عجیبی نیست. داندر رپر اون چجوری میشه اگه بخواد به صورت دیفالت پیاده‌سازی شده باشه؟ این معایب رو هم علاوه بر حالا معایب دیگه‌ای که صحبتشون میکنم، اینها رو هم داره، پس حواستون به اینها باشه. مخصوصا بچهای دیتا ساینس و ای آی. اول با نیم توپل با حروف کوچیک صحبت کرده، یعنی از اون چیزی که کالکشن بهمون ارائه میده و خیلی قدیمیه. من شخصا خیلی این مدل رو دوست دارم. میگه که from collection import کن نیم توپل. یه نیم توپل دارم اسمش کوردینیت. نیم توپل 2 تا بخش داره. بخش اولش اسم اون نیم توپلیه که داره میسازه و بخش دومون عناصریه که قرار داخلش باشه، یعنی اون وریبلایی که داخلش هست. میگه من لت و لانگ دارم، اسپیس سپریت معمولا از همشون چیز داره و میاد اینو انجام میده. داندر داکش اسم خودشو چیز خودشو برمیگردونه دیگه، یعنی کوردینیت لت و لانگ به این صورت برمیگردونه. خیلی داندر داک خاصی نداره و اینکه تایپش هم گرفتن که حالا اینجا رپرش یعنی اینطوری داره نمایش داده میشه، کوردینیت. و ببینید می‌کنیم یه نکته‌ای که داره اینه که name tuple is ساب کلاس
چرا فالس شد؟ نیم توپل ساب کلاس کوردینیت توپل هستش، حالا نمیدونم چرا فالس شد، شاید من اینو ران نکردم. نیم توپل ها نکته‌ای که داره خودشون ساب کلاس چیزن توپلن، چیزی که برمیگردن، چه نیم توپلی که توی کالکشنه چه نیم توپلی که توی تایپینگ، جفتشون ساب کلاس توپل هستن. و حتی با اینکه نیم توپل توی تایپینگ خودش یه دونه به صورت کلاس به صورت اینهریتنس انگار کالش میکنیم که حالا توی فصل 23 24 و غیره که در مورد متا کلاس صحبت میکنیم میگیم که تریکش چیه، با این حال توی MRO قرار نمیگیره. MRO رو قبلا صحبت کردیم، بخاطر همین ازش استفاده کنیم. توی MRO قرار نمیگیره و توپل اونجا قرار میده، یعنی میگه که تو من از ساب کلاس توپل هستم و نه نیم. مسکو کوردینیت مسکو رو دوباره بهش داده و همونطور که میبینید کوردینیت مسکو داندر EQ رو نداره. من فکر میکنم اینا رو ران نمیکنم، یکی در میون دارم ران میکنم، چون داندر ایکوالیتی رو دارم، یعنی یه دونه از اون چیزهایی که گفتیم داره رعایت میشه، رپرزنتیشن دوباره داره رعایت میشه، داندر EQ داره رعایت میشه، داندر اینیت هم که همونطور که میبینید من بهش اینیت ندادم دیگه، فقط گفتم لت لاین و میتونم ازش استفاده کنم. پس داندر اینیت، داندر رپر و داندر EQ برای من فراهم شد. جایگزینش دیگه چی داریم؟ اگه کلاس بیس دوست دارین، اگه کلاس بیس بیشتر دوست دارین، تایپینگ دات نیم توپل اینو مثل اینهریتنس ازش استفاده میکنید، ولی رفتارش مشابه اینهریتنس نیستش به خاطر همون مباحثی که توی فصل‌های آینده و در مورد متا کلاس باهاش صحبت میکنیم رفتار اونجوری نه. لاتولانگ تایپش رو بهش میدم، میگم جفتشون فلوت هستن. این تایپینگه که حالا یه ذره جلوتر شروع میکنیم تایپینگ تا رو توی پایتون هم و از همین فصل هم شروع کنیم، ولی به صورت سادهش این لت دو نقطه فلوت میگه تایپش فلوت و همه چیز دیگه مثل تایپینگ عمل میکنه، مثل نیم توپل کالکشن عمل میکنه. حالت دیگه هم اینجوریه تعریفش، یعنی حالتهای دیگه ای تعریفش میشه که مثل نیم توپل کوردینیت بدید و بعد بزنید لت، یه لیستی از توپل ها بدید که اسم اون وریبلی که میخواین داخل اینیشیالایزر باشه و تایپش، یا اینکه قشنگترش این حالت از ایکوال برای ولیدیشن استفاده کنید. اینجا نباید پرانتز بذارید، حواستون به این نکته باشه. توی مچ کیس و غیره پرانتز میذاشتیم توی حالتهای مختلف، ولی توی تایپ چکینگ پرانتز نداره. و اینکه این فلوت و استیار و لیست و غیره هم ما چون پایتون 3.10 من دیگه حالتهای قدیمیشو نمیگم که بعد از تایپینگ ایمپورت می‌کردیم، همه رو با همین پایتون 3.10 به بعد کار می‌کنیم. این ساب کلاس کوردینیت توپل این هم تو روی گفتم تا هر جفت نیم توپل ها از توپل استفاده میکنن. get typings هم اگه بزنید typing.gettypings، اگه اینو بزنید تایپینگز رو بهتون میده دیگه. این باز دوباره همیشه از همین typing.gettypings استفاده کنید، نرید مستقیم دسترسی بگیرید. و اومده همین حالت رو ادامه داده، یه استیار داندر استیار براش تعریف کرده، گفته اگه بزرگتر بود چجوری شرق و غرب و شمال و جنوب و غیره رو نمایش بده کنارش. این MRO کوردینیت رو اگه نگاه کنیم همونطور که می‌بینید خود کوردینیت هست، بعد توپل، بعد آبجکت. دات MRO همون چیز دیگه، همون داندر MRO رو فارسیه، همون داندر MRO رو صدا میزنه دیگه، اینطور که قبلا صحبت کردیم. و متد رزولوشن اوردره و اینکه داره میگه خب اولین من اگه دنبال یه چیزی میگردم اول تو خود کلاسی که دارم دنبالش میگردم، بعد میرم تو کلاس توپل و بعدم که همه چیز توی پایتون آبجکت دیگه، هر چیزی رو بدید به MRO آخرش به آبجکت میرسه. پس نگاه کنید با اینکه نیم توپل داره اینجا مثل اینهریتنس استفاده میشه ولی عملکرد اینطوری نداره و از توپل استفاده میکنه. این ساب کلاسش اگه بگیرید هیچی نمیفهمه، بهتون تایپ ارور میده، ولی اگه بگید ساب کلاس توپل بهتون برمیگرده. اما دیتا کلاس ها راجبشون صحبت میکنه، میگه که خب دیتا کلاس یه حالت دیگه داره که خیلی معروفه، حالت دکوریتوره، کلاس دکوریتوره و خب همه چیز مثل همون حالتیه که توی نیم توپل داریم، فقط دیتا کلاس به صورت دیفالت
میوتبله، یعنی میتونید این مقادیر رو تغییر بدید که اگر شما میخواید میوتبلش کنید فروزنش رو ترو میکنید. از این تریک هم استفاده میکنه، ست اتریبیوت و دل اتریبیوت رو پاک میکنه، یعنی ریز اکسپشن میکنه اگر از اون استفاده کنید. هیچ چیز خاصی نداره و اینطوری داره فروزن میکنه برای شما. و دوباره حالا متدایی که روشون مهمه اینکه هر کدوم چیا رو داره به ترتیب. میوتبل اینستنس بای دیفالت دیتا کلاس، این تنها چیزیه که باید یادتون باشه. و اینکه مثل نیم توپل و نیم توپل با آندرلاین هم شروع نمیشه، از دیکت و غیره. من راجع به این تیک اویاش صحبت نمی کنم، اینا رو حتما خوندید، خیلی چیز خاصی هم ندارم که چجوری عمل میکنه و تفاوتش اصلیاشو گفتم. دوباره اومده در مورد نیم توپلا صحبت کرده. من اینا رو میگذرم. یه نیم توپل داریم به اسم سیتی، این فیلد رو داره، خیلی چیز خاصی نداره، میتونید با اسم صداش کنید یا اینکه با این اندیس فراخوانش کنید، دات اندرسکور فیلدز رو استفاده کنید. این همین مواردی که تو این تیبل بود، فقط داره نمایش میده که آقا چجوری عمل کنه. فیلدایی که دیفالت داره، فیلدها رو بخوایم بگیریم و غیره چجوری میتونیم بگیریم. و اومده سیتی دهلی رو تعریف کرده، دهلی دیگه، آره دهلی، و گفته ببین اگه میخوای مثلا اینجوری دیتا تا جای دیگه داره میاد میخوای نیم توپل ازش بسازی، مشکل نداره ها، ببین میتونی این کار بکنی و آندرسکور میک رو روی اون دیتا صدا بزنی. از دیکت هم که بگیرید بهتون دیکشنری برمیگرده. معمولا از دیکت رو یه ذره تغییر میدن، جیسون سریالایزبل واسه جیسون سریالایزبل ازش استفاده میکنن. فونت رو به من گفتن یه مقدار بزرگتر کنید، این از این بیشتر دیگه نمیشه. و همونطور که میبینید اینجا چون حالا دیتا تایپ خاصی نداشتیم، مثلا وقتی از دیتا بیس داریم یه دیتایی رو میگیریم، فرض کنید دیتابیس مانگو یه چیزی داره به اسم واسه فیلدهای آیدیش اندرسکور آیدیش یه از یه حالت خاص بیسون استفاده میکنه دیگه، آبجکت آیدی بیسون استفاده میکنه. اون خودش جیسون سریالایزبل نیست و این یکی از اون حالتاییه که ما میایم از دیک استفاده میکنیم، بعد روش یه دونه تابع دیگه مینویسیم که از این استفاده میکنه و میگیم خب ببین حالا اون 20 آبجکت آیدی که داریم و اون اول استیار کن، بعد جیسون دامپش کن و اینها رو اتومات کنیم. نیم توپل داره میگه اگه بخوایم دیفالت بذاریم میتونیم این کارو بکنیم که دیفالت ها اینجوریه که از آخر شروع میکنه اساین کردن دیگه. رفرنس میشه WGS، 23 میشه لان و این حالت رو استفاده میکنه که حالا اینجا اومده گفته کوردینیت 0 0 واسه من در نظر بگیر، رفرنسش چون دیفالت ولیو داشته دیفالتش استفاده میکنه. آندرسکور فیلدایی که دیفالت دارن لانگیتیود بوده و رفرنس. تایپ های نیم توپل هم همین حالت براش اتفاق میفته که اینجا اگه بخوایم دیفالت بهش بدیم مساوی قرار میدیم بعد از اینکه تایپش رو گفتیم. تایپ خیلی برامون مهمه، یعنی بیشتر استفاده توی این مباحث تایپینگ تا به خاطر اینه که من الان IDE که دارم استفاده میکنم، مایپای و غیره. اول اینکه بتونم کدا رو وقتی مایپای چک میکنم که من البته شخصا بیشتر از رافت دیگه استفاده میکنم، خیلی سرعت بیشتری داره. RUFF اکستنشن VS کد و غیرش هم براش اومده، خیلی عالی عمل میکنه. و تایپ چکینگ رو وقتی انجام میدم این بتونه بفهم VS کد یا حالا هر محیطی که دارید استفاده کنید شعورش برسه که من وقتی مثلا میزنم لاتیتیود یه سری از فانکشنالیتی ها روش میخوام، متد روش میخوام، این میفهمه میگه خب ببین تو فلوت داری استفاده میکنی، من میتونم بهت ساجست کنم فلوت چه چیزهایی رو داره، یا جایی که دارم اشتباه استفاده میکنم به هم یه دونه ارور کوچیک بده، بگه آقا ببین این تایپ فلوت تو داری، مثلا میزنی ایز فلان، یه چیزی که واسه استیاره، یه چیزی که واسه اینت، حواست به این نکات باشه. باگو کم میکنه دیگه، چون ممکنه یه جایی حواستون نباشه فکر کنید اینت گذاشتید ولی فلوت باشه و دوباره اومده از همین حالت استفاده کرده، داره بهتون توضیح میده همونجوری که خیلی قبلتر هم صحبت کردیم، بعد توی هفته ها داریم در جای صحبت میکنیم. تایپ هینت توی پایتون ران تایم تایپ چکر نیست، یعنی زمان اجرای کد هیچ اولویشنی روش انجام نمیشه، فقط واسه همینه که IDE بفهمه چه غلطی داره میکنه. و این کوردینیت
دارم همین کارو میکنم. میگه ببین من کوردینیت رو تعریف کردم ولی دارم بهش یه STR میدم، یه دونه نان. هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. پایتون جلوی من نمیگیره از این کار، به خاطر اینکه تایپ چک ران تایم تایپ چکر نداره پایتون. و میریم جلوتر. البته این ران تایم تایپ چکر یادتون هست دیگه، توی مچ کیسات یا هفته‌های قبل وقتی میزدیم STR یه چیزی، اون رو اِوالویت می‌کرد، یعنی تو زمان ران تایم چک می‌کرد که اون تایپو داشته باشه. مچ کیس استثنا. وریبل انوتیشن رو داریم. میگه که خب ببین الان من هر چیزی که اینجا به این حالت تعریف کنید و تایپ بهش بدی، میره توی یه داخلی یه بخشی به اسم داندر انوتیشنز و اونجا قرار میگیره و بی و غیره هم همینطور همین اتفاق براشون میفته. بی چون دوباره تایپ داره، من میدونم باید بفرستمش توی انوتیشن، اما سی که تایپ نداره رو فقط به عنوان کلاس اتریبیوت در نظرش میگیرم. پس A فقط توی انوتیشن کلاس اتریبیوت نیست، B هم داخل داندر انوتیشن هم کلاس اتریبیوت حساب میشه به خاطر اینکه ولیو داره، و C فقط کلاس اتریبیوت. اگه با هم دیگه هم نگاه کنیم داندر انوتیشن همین کلاس رو اگه بگیریم ببین فقط ای و بی رو میگه خب ببین دوتا که انوتیت دارن میفهمم چیه داستان. ای رو اگه بخوام نمیده بهم به خاطر اینکه ولیو نداشته، کلاس اتریبیوت نیست، بعداً باید اضافه بشه. ولیو که بگیره دیگه ارور نداره، اتریبیوت ارور نمیگیره. ولی بی و سی چون ولیو داشتن و کلاس اتریبیوت شدن میتونن مقدارشون رو داشته باشه. این هم که به صورت اینستنسه که گفته همون کار میکنه. که inspecting type name tuple هم باز اومده گفته typing.nametuple هم همین حالت رو داره. این دانده فلانش این A که به صورت دیفالت alias fulfill number 0 و بر اساس ایندکسشون بهتون نمایش میده توی nametuple و چیز خاصی دوباره اینجا نداره. داندر داکشون اومده صحبت کرده که بالاتر گفتیم داندر داک ایجاد میشه براشون. یه اینستنس ازش ساخته و گفته که من فقط بهش 8 رو میدم، بقیه رو از دیفالت ولیو استفاده کن که اونم اومده همین کارو کرده دیگه. دیتا کلاس ها دوباره همین کارو باهاشون کرده، انوتیشن داندر داک و دیتا کلاس A دوباره نداره به خاطر اینکه توپل نیستش که چیز باشه، این حالت فروزنش نیست و اِوالویت نشده هنوز A، ولی وقتی A رو بهش میدیم دیگه میتونه اتریبیوتش استفاده کنه. چون میوتابل هم هست میتونه اینا رو تغییر بده. در مورد دیتا کلاس اومده بیشتر صحبت کرد. حالا من چرا اصلا کلا با این دیتا کلاس مخالفم شخصا؟ حالا به غیر از این که دیگه درسته این داندر این ترپر و EQ و غیره رو بهتون میده و خیلی راحت هم هست، اما یه مشکلی که داره قبلترم گفتم، اگه مثلا تعداد این اتریبیوتاتون به 15 تا برسه، این نمایش دادن اینها یه حالت خیلی بدی میشه. EQ اینش رو رپرش خیلی بد میشه، فرمتش بکنه 20 تا فیلد رو میخواد نمایش بده. در صورت دیفالت هم اینجوری پشت هم نمایششون میده همه رو. دومین موضوعی که باهاش دارم اینه که این یه دونه کلاسه. ما توی OOP توی همه دیزاین های Object Oriented Programming توقع داریم وقتی از یک کلاس استفاده میکنیم اون کلاسمون هم اتریبیوت داشته باشه هم متد داشته باشه. یعنی کلاسی که کاری نمیکنه خودش اصلا یه داستانیه. خب چرا اصلا کلاس شده؟ یه دیکشنری نگه داره، یه جیسون نگه داره، ولیدیشن میخوای بکنی چرا پایدنتیک استفاده میکنی؟ این مشکلات رو هم داره دیگه. من وقتی مثلا به اون فرض کنید من کد از یه نفر تحویل گرفتم و میام این مثلا این دیتا کلاس که دیگه یه دکوریتور خیلی کوچیکم بالا میاد و میام میبینم که خب یه دونه اینونتوری آیتم داره فرض کنید و توقع دارم یه 4 تا متد روش داشته باشه. میرم داندر دیکتش استفاده میکنم، داندر دی آی آرش رو میگیرم، هیچ متد خاصی نداره روش، هیچ متدی که استفاده نشه. و بعد میام نگاه میکنم میبینم خب مثلا 20 تا دونه فیلد. خب این فیلدها یه ولیدیشن میخواد، همون جوری هم که با هم دیگه نگاه کردیم SPR و فلوت و این تو فلان و غیره که چیزی نداشت، یعنی ران تایم چکینگ که نداشت. توقع چی دارم؟ توقع ولیدیشن دارم. دنبال ولیدیشن هیچ متد برای ولیدیشن پیاده سازی نمیشه معمولا توی دیتا کلاس ها. پس چه یوز کیسی داره؟ من اگه قرار باشه هر دیتایی رو از هر جایی بگیرم و روش کار کنم بدون ولیدیشن،
فقط میخوام فیلد نیم داشته باشم، نیم توپل داره همین کارو میکنه و اینکه مشخص تر حالتش. چرا پایدنتیک استفاده نمی‌کنیم؟ یعنی این بزرگترین مسئله منه و با بچه‌هایی که فقط دیتا کلاس رو بمونه چیز دارن استفاده کنن. خودم استفاده میکنم از دیتا کلاس، بله استفاده میکنم، ولی فقط توی ایده های اولیه. یعنی میخوام یه چیزی سریع رپر داشته باشه، حتی کثیف، یه EQ داشته باشه حتی کثیف، و فقط یه حالتی ازش ببینم. البته اونم 90% مواقع از نیم توپل معمولی، یعنی کالکشن دات نیم توپل استفاده میکنم، ولی بعضی وقتا از چیزام استفاده میکنم، دیتا کلاس استفاده. ولی به محض اینکه استفادهام تموم شد، یا مطمئن شدم چی کار دارم میکنم، چه متدایی رو لازم دارم، اون کلاس یا همراه با متد وارد میشه، یا اینکه میبرمش داخل پایدنتیک اگر فقط قراره همون دیتا رو نگه داره. چرا؟ چون توی پایدنتیک میتونم فیلد والیدیشن بهش بدم. اینا خیلی حواستون باشه. واقعا دیتا کلاس یه دونه کد اسمله، واقعا نفرات بعدی رو اذیت میکنه، واقعا بعد یه مدت خودتون رو اذیت میکنه. چون پایتونیک حداقل من فکر میکنم با استانداردهای OOP و پایتونی که میشناسیم نمیخونه. حالا ممکنه یه سری با هم مخالف باشن چون خیلی دارن ازش استفاده میکنن. اما چیزای خوبی که به همون تو همون اکسپریمنت های اولیه به همون میده، همین موارد مثل EQ، رپر، اینیت که هر ستاش بای دیفالت تروه، اوردر میتونه بده که کامپیر کنه این چیزهای مختلف رو، و آن سیف هش میتونه بده. من اصلا از این استفاده نمی کنم، میاد یا چیزی که سیف نیست یا متغیره رو براتون هشبلش میکنه، احتمالاً یا از آیدی شیر چیزی استفاده کنم. من اصلا تا حالا استفاده نکردم، پیشنهادم نمیکنم استفاده کنید، و مگه اینکه تو لاجیک چیز باشه. اینو ترجیح میدم همیشه خودم پیاده‌سازی کنم. اگه لاجیکش جوریه که هشبل نیست ولی مطمئنم که همیشه یونیکه، اینو 90% مواقع ترجیح میدم خودم پیاده‌سازی کنم که بتونم یه داک استرینگ خوب براش بنویسم و توضیح بدم که چرا این دلیل این قضیه چیه. فروزن هم مساوی با فالس. فروزن هم که دیدیم اگه تو رو کنیم مثل نیتوپل عمل کنه، ایمیوتابل میشه. باقی موارد رو توضیح دادن که حالا ما کاری باش نداریم. میتوپل دیفالت ها، این خیلی مهمه. 90% باگایی که من توی کدای بچهای حتی میدیور و بعضی وقت خیلی کم توی کدای سینیور هم میبینم، شاید سینیورایی که با 10 تا کافه دارم کد میزنم، میبینم همین موضوعه. حالا نه توی دیتا کلاس، توی هر جایی. به این فرض کن من یه دونه کلاس دارم به اسم نمیدونم تست، چه اسم بعدی، و میام میگم که خب ببین تو یه مثلا یه دف با داندر ایمیت داشته باش و مثلا سلف و ممبرز، و اینجا میگم که ممبرز تایپ لیست. این کارو میکنم، بدترین کار دنیا رو کردم و پسش میکنم. وقتی اینجوری بهش یه دونه کانتینر تو اون حالته که ایتون باشه تو هفته قبل صحبت کردیم، وقتی بهش اینو میدم یا آقا این تو حالت کانتینر به عنوان دیفالت ولیو داشته باش، مسئله چیه؟ مسئله اینه که پایتون وقتی میاد اینو اوالویت کنه، کد رو میخواد اوالویت کنه ببره تو مموری، اینجا نگاه میکنه میگه خب تو دیگه دیفالت ولیو داری، من بهت میدم. در صورتی که من چیزی که میخواستم چی بوده؟ میخواستم بگم آقا موقعی که دارم از این یه دونه مثلا چیزی به اسم T1 میسازم از تست، اون موقع اونو اوالویت کن و اون لیسته فقط برای T1 باشه. ولی اگه مثلا میگفتم آقا ممبر T1 رو بیا عوضش کن و مثلا M1 رو بهش اضافه کن، توی T2 هم اینو میدیدیم، M1 توی T2 هم بود. خب و دلیلش اینه دیگه، دارم میگم ببین وقتی این کلاس رو میاد اوالویت کنه، کدتون رو میاد بررسی کنه پایتون، میگه خب ببین من اینجا تو به من گفتی یه لیست، من دارم میرم اینیت رو بررسی کنم ببینم آقا اینیت اوکی هست یا نه، همونجا یه لیست خالی هم به این اساین میکنه. اگر میخوام من به اینستنسام بدم، نباید دیگه این کارو بکنم. باید چیکار کنم؟ باید بگم آقا if members is not. یه نکته دیگه، همیشه از این ایزنانه استفاده کنید. اگه قرار نان بودن یه چیزی رو بررسی کنید،
و اینم دیفالتش بزنم. اگه قرار نان بودن رو بررسی کنی همیشه از این نان استفاده کنید. ببین وقتی شما میذارید مثلا if members، من اگه یه لیست خالی هم بدم یا مثلا یه دونه اینتیجر صفر هم بدم، اون دیگه evaluate نمیشه، در صورتی که ممکنه اینتیجر صفر واسه من valid میشه. یه چیز خالی لن صفر ممکنه برای من، یه چیزی که لنش صفره ممکنه برای من valid باشه. و به خاطر همین با دیفالت اگه دارید نان بودن رو چک میکنید، فقط حالت نان براتون مهمه، حتما از ایز نان استفاده کنید. همینجوری به همون خود ولش نکنید. اگر نان بود میگم که ممبرز رو بذار حالا لیست خالیشون، otherwise همون هر چیزی که هست دیگه همون. این حالت رو وقتی استفاده میکنید این سیف، یعنی من اگه یه اینستنس الان تست بسازم، بعد از اینکه این سنسر رو ساختم ممبرز یه لیست میگیره و لیست T1 تو مثال T1 T2 که داشتم مینوشتم و نشد، T1 و T2 دو تا لیست متفاوت برای خودشون میگیرن. اینم از این قضیه. پس دلیل اینو فهمیدیم. همین کانسپت توی دیتا کلاس آقای هم وجود داره. میگه که ببین اگه تو داری توی دیتا کلاس میخوای یه چیزی رو از تایپ لیست به صورت لیست str استفاده کنی، من دارم میگم یه لیست از استرینگ ها تایپ گست من قرار باشه. میگه ببین خب باش، تو میخوای یه لیست اولویت کنی، ولی میخوای موقعی که اینستنس داره کرییت میشه اولویتش کنی دیگه. اون لیست فقط میخوای برای اون اینستنس خاص باشه، یا دیفالت فکتوری بذار. حالا اینجا کلاب ممبر قرار کلاس باشه، کلاس چیزی که صحبت کردیم گفتیم اینو کلاس قرار بدن دیگه، و حالا توی داندر چیزام باشه. میگه خب ببین دیفالت ولیوشو میذارید لیست، من موقعی که این کلاب ممبر رو ساختم اینو لیستش میکنم و برای همه این سنسایی که از این استفاده میکنن یکسان میشه، بخاطر اینکه این کلاس اتریبیوت دیگه بالاتر گفت این سنس اتریبیوت، ولی کانسپت همون کانسپته، دیفالت فکتوری قرار لیست باشه و میاد از همین استفاده میکنه. میگه خب ببین من الان الکس اگه استفاده کنم دیفالت فکتوریش واسه کلاب ممبر نیم الکس این گستش چیز. پست اینیت پروسسینگ رو داریم توی کجا؟ توی دیتا کلاس در مورد صحبت کنیم. توی دیتا کلاس در پست اینیت استفاده میکنه. داندر پست اینیت این میگه وقتی که خب من که دسترسی به اینیت ندارم، اینیت رو داره دیتا کلاس رو استفاده نشون میده، پس نمیتونم برم آخر اینیت هم بگم حالا برو یه متد دیگر رو صدا بزن. کاری که میکنیم اینجوریه دیگه. ببین مثلا من اگه میام میزنم مثلا کلاس تست، بعد میام یه سری اعمال روش انجام میدم، مثلا میگم دف کن داندر اینیت سلف و ایکس و مثلا وای، بعد مثلا میگم حالا سلف دات ایکس سلف دات وای. فرض کنید من یه چیزی هم دارم سلف دات اد مساویه با حالا سلف دات اندرسکور ادید، یه متد داخلیه، بعد میگم مثلا ایکس و وای. خب میگم یه چیزی رو بعداً قرار اضافه کنم، یا مثلا قرار این دوتا رو یه کاری روش انجام، یه بلایی قرار سر اینا بیارم. حالا اینجا هم میتونیم بگیم دیگه underscore it so اینم ریترن کنه x علاوه بر. حالا این خوب نیستی، باید حتما تایپ چک کنم هر جفتش اینت باشه یا هر جفتش فلوت باشه یا با هم دیگه بشه ادش کردیم اینا، اگه نه که ریز آن ایمپلیمنتد بکنم و غیره. ولی کانسپت رو میرسونه دیگه. ببین من دارم میگم توی اینیت هم میگم یه سری یه کارهایی که همیشه باید بکنی رو انجام بده، بعد از اینکه خاصی بیای بیرون تموم شد یه سری کار دیگه هم انجام بده. مثلا توی دیتابیس این کارو میکنم، یا ولیت کنفرم کن اینا تموم شد، کانکشن رو برو چک کن ببین آیا به اون دیتابیس میتونی وصل بشی یا نه. یا مثلا برو توی دیتابیس این تیبل ها رو بساز، این ایندکس ها رو هم بذار بای دیفالت، یعنی اینیشیالایزیشن دیتابیس رو میارن توی کد. از این کارو میکنیم دیگه. این هم داره همینو میگه خب ببین تو اگر دیتا کلاس استفاده کردی و یه چیزی خاصی که بعد از اینیت اجرا بشه و خاصی حالا یه کاری بکنی، میتونی از این استفاده کنی. یا ببین اگه اون ممبره توی این هندل اومده، کتاب مثال زده گفت آقا اگه این هندل یه اسم خاصه باید یونیک باشه، اگر بود ارور بده ولیو ارور کن که آقا این هندل وجود داره، اگر نبود
و هندلی پروواید نشده بود، بخش 0 اسمو بگیر، اون اسمی که دارم به هم میدن. مثلا توی این مثال خوبه اینجا میگه ببین یه دونه اومدم ساختم به اسم هکر کلاب ممبر لئو نمیدونم چی، ولی چون هندلر نگفته من بخش اول اسم رو برمیدارم میکنم هندلر. این داره کی داره این کارو میکنه؟ پست اینیت. من توی اینیت هم که نمیتونم بگم آقا برو پردازش کن نیم و فلان. اینیت منو داره خود دیتا کلاس مینویسه، پس پست اینیت رام میکنه و این کار میکنه. این بخشش داره انجام میشه. حالا میاد میگه که بعدش میاد چک میکنه، میگه آقا هندل توی این هندلی که الان پیدا کردی توی all handles هست، اگر هست که you already exist، اگر نیست اضافهش کن. که میاد میبینه خب لئو تا حالا نداشتیم و اضافهش میکنه اوکی، ولی توی بعدی میگه already exist ولی error. اگه یه همچین کارهای خاصی بکنیم از پست اینیت توی دیتا کلاس میتونید استفاده کنیم. توی پایتون هم که دستتون بازه دیگه، خودتون یه متد می‌نویسید و همه چی رو و داندر داکش اومده بررسی کرده دوباره تایپ کلاس اتریبیوت ها. این فیلده که خیلی مهم بود، اما در مورد کلاس ورا داره صحبت میکنه. میگه آقا من یه چیزی دارم که میخوام کلاس وریبل بشه. اگر خواستید یه همچین داستانی رو داشته باشید، یعنی کلاس اتریبیوت داشته باشید ولی توی داندر انوتو اینا نره، یعنی اونور نداشته باشیدش، میگه کلاس ور استفاده کنید. خیلی چیز خاصی نداره، یا تایپ اینت که بر اساس این تایپ اینت به اون کلاس اون بفهمونیم که من از این چه استفاده میخوام ببرم. و دوباره یه چیزی میخوام فقط توی اینیت باشه، از اینیت ور استفاده میکنم و این همین کار میکنه دیگه. دیتابیس الان این دیتابیس فقط توی داندر اینیت هست. و راجع به همون مشکل داندر رپری که من براتون داشتم توضیح میدادم، میگه که ببین خب من دیت فرض کنید دیتا کلاس دارم، فیلد رو خود استفاده کنید که دیفالت فکتوری بذاره، اکثر 90% من به این دلیل از فیلد توی دیتا کلاس استفاده میکنم. و فرام تایپینگ ایمپورت آپشن ها. من قبل از اینکه اینو توضیح بدم الان یادم افتاد یکی از دوستان گفت این ماژول لول ایمپورت نات تاپ نمیدونم آفت سل یا این ارور ها رو میگیرید، این وارنینگ ها رو میگیرید، اینا واسه چیه؟ این اکستنشن های رافه. من راف رو رسم میکنم، اکستنشنش رو برای پایتون هم دارم، برای وی اس کد ببخشید، و توی این اینستال ها یه چیزی قطعا راف رو دارم و این از اون داره میاد. حالا ارور لنز و اینا چی راف داره به من میگه که آقا اینجا این قضیه رو داری، سورتینگ و بلک و فلان و غیره همه چیز داخل خود راف هست. به خاطر اینجا اگه نگاه کنید من آی سورت اتوماتو بستم، بلک فرمتری که قبلا استفاده کردم بستم، سرعتش خیلی خیلی بالاتر راف اگه درست تنظیمش کنید. این فقط چون خیلی سوال شده بود الان یه دفعه یادم افتاد این موضوع. برگردیم سراغ بحث خودمون. یه سری ایمپورت ها رو داره انجام میده و حالا میاد یه انومریتور ساخته، گفته اینا رو اتومات میتونی خودت اضافه کنی هر عددی که خواستی بذار. و اومده دیتا کلاس به اسم ریسورس ساخته، گفته آیدنتیفایر تایپ کریئتور، دیت تایپ، دیسکریپشن، لنگویج و سابجکتس داشته باشه. خب اوکی، یه فیلد داریم دیفالت فکتوری لیست، این یکی فیلد هم دیفالت فکتوری لیست. این تایپ هم معمولا یا آندرلاین تایپ یا تایپ آندرلاین میذارن که با تایپ خود پایتون چیز نشه، اشتباه نشه. خب حالا اینجا کتاب اینطوری مثال زده، ما مثلا استفاده کنیم. پرایم تایپ ایمپورت تایپ دیکت، بعد اومده گفته خب من اگه اینو از روی تایپ دیکتم بسازم اونم یه همچین حالتی داره. و اومده اینستنس ساخته دیگه، گفته مثلا من یه بار ریسورس میسازم یا ریسورس دیک میسازم و غیره. از لحاظ مقایسه اومده انجام داده، فکر میکنم جفتشو اینجا این تایپ دیکت است، به صورت تایپ دیکت استفاده کرده. این حالتیه که با دیتا کلاس اومده چیز کرده، جفتشو با هم برابر میذاره و هر جفت ترو میده، یکی من میتونم این دوتا رو با هم مقایسه کنم. ولی مشکل من با این قضیه است. پرینت بوک رو ببینید، رپر چیه این دیتا کلاس هست، درسته؟ بوک از روی ریسورس ساخته شده دیگه. رپر رو فقط شما نگاه کنید، ریسورس آیدنتیفایر، تایتل، سکند، کریئتور، فلان، همه فیلد ها هست و این رپر اصلا خوب نیست.
موقعی دیباگ کردن ما از رپر استفاده بکنیم دیگه اکثر وقتا. حالا توی همچین وضعیت ولی این اصلا خوب نیست دیگه. رپر گفتیم باید حالا جوری باشه که میشه دوباره اینستنس رو ساخت، ولی وقتی تعدادش خیلی زیاد میشه دیگه این کارو نمی‌کنیم. اینجا مثلا از یه سری پکیج واسه رپرزنتیشن استفاده میشه که آقا یه سری از این دیتا که دیگه مهم نیست و اینا رو 3 نقطه بذار و من فقط تایتل رو بده، مثلا اگه تایتل برام مهمه، و اینکه آوتورش کیه اگه بوک داریم صحبت می‌کنیم، یا اصلا سابجکتش چیه یا لنگویجش چیه، بر اساس چیزی که داریم کار می‌کنیم. دیتا کلاس از کد اسمل انقدر مهم بود که اینجا هم دوباره آوردیمش، یعنی دوستانم بهش دقت کردم به این موضوع. گفتم همونطور که گفتم پور آبجکت اورینتد دیزاین یه دونه کتاب توی فلوئنت معرفی شده واسه ریفکتورینگ، خیلی کتاب خوبیه، ولی پیشنهاد میکنم اول خود بچه‌ای که بیسیک هستن خود اون کتاب هد فرست رو تمام کنن، بعد کتاب او پی و بعد فلوئنت و بعد برن سراغ ریفکتورینگ. الان نرید سراغ ریفکتورینگ. بچه‌ای هم که حتما اساسا بعد این کتاب برید سراغ اون ریفکتورینگ بخونیدش، خیلی جالب و خیلی عالی. دوباره در مورد پترن مچینگ داریم و کلاس اینستنسا که حالا صحبت کنیم الان راجبش، ولی توجه دارید دیگه کتابی به عظمت و اهمیت فلوئنت پایتون چقدر داره به مچ کیس و پترن مچینگ و غیره اهمیت میده حالا ولی همچنان کسانی هستن که فکر میکنن ایف و ایلس از مچ کیس مهمتره. هم جالب، یعنی حتی درگیر هستن با اینکه مچ کیس اصلا چیزی به درد بخوری نیست، باید حذف بشه و از این جور هست نباید استفاده بشه. حالا باید حذف بشه که حتی کسی که حرفشون اهمیتی نمیده، ولی میگن نباید استفاده کن. تایپینگ کلاس اینجا اومده برای مثال از نیم تو پل استفاده کرده، گفته آقا من یه کانتیننت دارم، نیم دارم و کانتری، یه سری دیتا برای ساخته کانتیننت همون آسیا، نیمش توکیو، کانتری کدش جی پی و حالا بقیه رو اومدن. این فکر کنم اینجا سیتی نیم دیگه مچ ایشین سیتیز میاد چیکار میکنه، میگه آقا شهری که واسه آسیاستو میخوام و میاد میگه که نتایجش حالا اینجا فور سیتی این سیتیز، اینکه این بخشش که هیچی مچ کن سیتی. اوکی. مچ کنم یه دونه از اینا رو آورده به عنوان مچ، این میشه سیتی. میگه حالا توی سیتی یه دونه کیس داشته باشم، اگر اینستنسی از تایپ سیتی باید حتما واسه سیتیه باشه، نیم توپل باشه و توی بخش کانتیننتش ایژیا خورده باشه، بقیهش برام مهم نیست، کانتیننتش باید ایژیا باشه. اگر این حالت برقرار بود، این بخش اولش که کانتیننت هست اگر ایژیا بود، بریزش توی ریزالت و در نهایت هم ریترن کن ریزالت. خیلی راحت و خیلی تمیز اومد یه دونه فقط آسیا رو جدا کرد. حالا میتونست چند تا این میتونست حالت دیکشنری از لیستا باشه، دیکشنری باشی که ولی باشه لیست هستن و بعد بیاد همه رو با هم دیگه همزمان با همین مچ کیس های مختلف اپند کنه دیگه. و خب اینجا واسه اینکه فقط در آموزش میده که چجوری میتونیم با نیم توپل و دیتا کلاس و اینا رو مپ کنیم، مچ کیس رو روی اونا استفاده کنیم، بخاطر خیلی راحت در نظر گرفت. اینو نرید با ایف ایلس مقایسه کنید بگید خب این که مزیتی نسبت به ایف ایلس فور سیتی این سیتیز مچ سیتی دوباره میگه آقا کانتیننت هم از این باید آسیا باشه ولی کانتریشو میخوام، کانتریشو مپ کن روی یه متغیر به اسم سی سی. اوکی، کانتری کد دیگه و فقط کانتری کد داره واسه من بریز داخل ریزالت. همه چیزایی که توی قاره آسیا هستن کانتری کداشو داره به اون میده توی اون دیتایی که باید داشت. و دیگه حالت بعدی میگه آقا کدوم حالت کیس سیتی ایجیا میگه که آقا اگه چیزم نداشته باشه، اگه ننویسی کانتیننت مساویه، میره با اولی مقایسه میکنه. اینا خیلی چیز خاصی نداره، مثل هم حالت اول میمونه. باز دوباره میتونیم بعضی موارد رو نادیده بگیریم، چیزی که توی مچ کیس داشتیم، اندرسکور کیس سیتی
اولیش باید ایژیا باشه که کانتیننت باید ایژیا باشه، آخرش هر چیزی بود فقط برام نگه دار توی متغیر کانتری، وسط هر چیزی بود برام مهم نیست اصلا، نمیخوامش، ولی کانتریشو میخوام، کانتری کدشو میخوام. پس اینو میریزه تو متغیر کانتری، من میتونم ازش استفاده کنم و اپندش کنم توی ریزالت. و مچ آرگش هم اگه بگیریم که حالا میگه که دیگه میگه این آرگومنت ها میتونم مچ بشه. اینجا هم چند تا نکته رو که دوستان نوشتن که آقا چرا از نیم توپل و نیم توپل حالا تایپینگ و کالکشن استفاده نکنیم. میگه که خب توی نیم توپل اول حالت سادهش همونجوری که توی مثال های کانال هم من چند تا مثال ازش آوردم، میگه آقا بعدیش اینه دیگه، ببین اگه تو یه پوینت 3D داشته باشی دو تا تایپ متفاوتن اما شبیه همه مدل تعریفشون یا مقادیرشون، اگه برابری بذاری یکیش دیت یکیش پوینت 3D، دو تا کلاس متفاوت. میگه تایپش رو نمیره چک کنه، میره ولیو هاشو با هم دیگه چک میکنه. اینکه از چه کلاسی براش مهمه، این که اینستنس نیم توپل دیت، اینستنس نیم توپل پوینت 3D براش مهمه. یعنی این دو تا رو با هم دیگه برابر میکنه، به خاطر اینکه مقادیرشون با هم برابر. پوینت 2D هم همینطوریه، این اتفاق توی دیتا کلاس ها نمیاد. Instance as always iterable which can be difficult to add field و غیره، این هم که حالا باش کاری نداریم، این که واسه فیلد اضافه کردن اینها شاید میتونه سخت باشه که توی کتاب فکر میکنم یه دونه تریک گفته در موردش، یه بخشی یه سکشن تریک داشت. معمولا این کار نمیکنیم دیگه، تریک نمیزنیم چون برای این کار ساخته نشد. و واسه نیم توپل هم همین مثال رو آورده. چیز موضوع خاص دیگه ای نداره این فصل، یعنی فصل تموم شد. حتما توجه کنید به لینکدین بچه‌هایی که اینجا زحمت میکشن این فایل ها رو درست کردن، همش روی گیتاب هست دیگه. و اینکه بازم میگم حتما حواستون باشه دیتا کلاس رو خیلی اووریوز نکنید، تو پروداکشن سعی کنید نبرید مگه اینکه دلیل خوب براش داشته باشید. اگر ولیدیشن و غیره براتون مهمه، دیتا فقط از پایدنتیک سعی کنید بیشتر استفاده کنید، سراغ اینا نرید. نیم توپل ساده 90% موارد کار را میندازه براتون، یعنی نیم توپل ساده منظورم همون کالکشن نیم توپل 90% موارد کار براتون را میندازه، کار در میاره، دیتا کلاسش میکنه و اینها. یه ذره چون یه کلاسیه که متد نداره من باهاش مشکل دارم، چون اوپی باهاش مشکل داره. و اینکه کدتون بدبو نشه دیگه، کد بسم الله داشته باشید. نکته سوالی چیزی اگر هست من در خدمتم، اگر نه که جلسه امروزم تمام میشه. گفتم برای اوپی چه کتابی پیشنهاد میدید؟ من توی تلگرام یه بخش پست همه کتابی که پیشنهاد میدم روی این بخش هست. تلگرام توی کانال که برید بخش پست سوریز، توی این بخش هم کتاب هست. برای اوپی من این کتاب پیشنهاد دادم، فکر کنم شما نگید چون توی اسکرین اشتباه بود. بخش پست برای اوپی این کتاب پیشنهاد دادم، Python Object Oriented Programming، حتما ادیشن 4 رو حتما بگیرید که تازه منتشر شده. برای بیگینرها هد فرست پیشنهاد شده، حتما همین کتاب بخونید. کتابی هم که داریم میخونیم هم که هنزم، بقیه کتاب ها هم میتونید اونجا ببینید. یه نکته اگر بعد از این چون کتاب دیگه ای معرفی نشد، دلیلش اینه که قابلیت استوری رو از دست دادم توی کانال. بوستینگ کانال باید دوره اضافه بشه تا بتونم کتاب بذارم، ولی تو هم فعلا اوضاع همینجوریه. البته کتاب مهم من گفتم دیگه، در کتاب موضوعی میشه. فکر نمی‌کنم دیگه سوالی باشه. خسته نباشید همگی.